تا حالا شده یه نفر توی چند قسمت کوتاه اونقدر دیده بشه که اسمش همه جا بپیچه؟ امروز دقیقاً قراره بریم سراغ همچین آدمی. پسری با حال و هوای جنوب، استایل متفاوت و رفتاری که خیلی‌ها رو کنجکاو کرد. شرکت کننده‌ای به نام احسان. احسان کیه و چرا همه راجبش صحبت میکنن؟ رفقا درود. توی این ویدیو می‌خوایم بدون حاشیه و اغراق بریم سراغ زندگی احسان. از مسیر زندگیش، علایقش و حضورش توی فصل دوم عشق ابدی و چیزایی که کمتر جایی بهش پرداخته شده. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش چون قرار زاویه‌ای تازه‌ای رو ببینیم. احسان متولد آبان 1381 و بچه اهوازه. یه جنوبی خونگرم با ریشه عربی که انرژی و صمیمیتش خیلی زود به چشم میاد. مدتی مسیر زندگیش عوض شده و برای تجربه‌های جدید ساکن ترکیه شده. شغل اصلیش فقط محدود به یک کار نیست. از خرید و فروش ماشین‌های حرفه‌ای گرفته تا فعالیت‌های جدی توی بدنسازی. اون یه مربی بدنسازیه که تمرین‌ها و سبک زندگیش رو توی شبکه‌های اجتماعیش به اشتراک میذاره. و اگه یه نگاهی به پیجش بندازی، رد پای نظم و دیسیپلین رو کاملا می‌بینی. ورود احسان به ویلا جزو لحظه‌هایی بود که سریع توجه ها رو جلب کرد. خیلی زود با بقیه ارتباط گرفت و رفاقتش با بعضی شرکت کننده‌ها مخصوصا مهیار حسابی دیده شد. اما چیزی که همه رو غافلگیر کرد انتخاب نهاییش بود. روژان. خود احسان میگه حدود یک سال قبل از برنامه وارد هیچ رابطه‌ای نبوده و با نیت واقعی پیدا کردن عشق وارد عشق ابدی شده. قبل از شروع پخش برنامه هم پیجش نزدیک به 200,000 دنبال کننده داشته و هنوزم ارتباطش با مخاطباش قطع نشده. از روزمرگی‌هاش میگه، از ماشین‌ها، ورزش و گاهی حتی از لحظه‌های شخصی‌تر زندگیش. احسان فقط یه شرکت کننده ساده نیست. اون به مرور تبدیل شد به یه شخصیت تاثیرگذار با هوادارایی که واقعاً دنبالش میکنن.